جامعه واقعیت دارد. بخش اصلی این واقعیت زندگی‌های ماست. دستگاه ظاهری می‌تواند فرزندان ما را همچون تبهکاران دستگیر کند و لباس‌های تحقیرآمیز و حقارتشان بپوشاند و مردم می‌توانند با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنان افتخار کنند. در این رو در رویی کدام یک برندند؟ میرحسین موسوی، بیانیه 14. به